بلاک شدم و دیگه نتونستم نقاشی بکنم. یه روز که طبق روال همیشه داشتم کارامو میکردم، فهمیدم جای یه چیزی توی زندگیم خیلی کمه و اون نقاشی بود. من از سال 1400 آرت بلاک شدم و دیگه نتونستم نقاشی بکنم. پس رفتم و تموم دفترهایی که از اون موقع برام مونده بود و آوردم. شاید با تماشای اینا یه جرقه‌ای توی منم میخورد و از این آرت بلاک لعنتی در میومدم. با خیلی از اون نقاشی‌ها خوشحال شدم، با خیلیاشون غمگین شدم. خیلیاشون خشن بودن، خیلیاشون بامزه. دیدم فایده نداره، رفتم و تمام وسیله هایی که برام مونده بود و از گوشه و کنار خونه جمع کردم و آوردم. اما از کجا باید شروع می شد؟ من حالا بعد 4 سال قلم به دستم گرفتم و باید از یه جای شروع کنم. پس کاغذم رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن چیزایی که میتونم بکشم. من واقعا چی میخواستم بکشم؟ آدم، پورتره، طبیعت، درخت. کشیدن کدوم از اینا الان به من کمک میکرد که از این آرت بلاکی در بیام؟ بعد از کلی کلنجار رفتن و فکر کردن، تصمیمم رو گرفتم. تصمیم گرفتم یه درخت بکشم. حالا من از این درختم چی میخواستم؟ تمام ویژگی هایی که میخواستم اون طراحی اون درختم داشته باشه رو همه رو دونه بدونه نوشتم. البته با توجه به این نکته که نباید به خودم سخت بگیرم. بعد با توجه به ویژگی هایی که میخواستم شروع کردم به اتود زدن تا به طرحی که میخوام برسم. بعد از اینکه طرحی که میخواستم رو انتخاب کردم، دفتری که همیشه توش اتودام و طرح‌های اولیه‌مو میزدم و آوردم و شروع کردم به کشیدن طرح اولیه‌اش. و این یکی از بهترین حسای دنیا برای من توی اون لحظه بود که بعد 4 سال تونستم قلم به دستم بگیرم و شروع کنم به نقاشی کشیدن. بعدش پاکن خمیریمو آوردم که همونطور که میبینین بعد 4 سال داره فاسد میشه. مدادایی که کشیده بودم و کمرنگ کردم. من تصمیم گرفتم طرحم رو با ماژیک رنگ کنم. پس دونه دونه رنگایی که میدونستم به طرحم میخورن رو جدا کردم. بعد از اینکه این کار رو کردم، یه مقوا همرنگ و مقوایی که میخواستم روش کار کنم پیدا کردم و دونه دونه شماره ماژیکا و رنگشون رو روی اون ثبت کردم. که البته توی این بین فهمیدم 2 تا از ماژیکام کاملا خشک شده و دیگه از دستشون دادم. بعد از اینکه رنگام انتخاب کردم، از تیره ترین رنگ شروع کردم به رنگامیزی تنه درختم. توی این طراحی من 2 تا تنه درخت به هم تنیده رو شروع کردم به طراحی کردن که طول آفتاب بین اون نامشخصه. دلیل انتخاب این طرحم این بود که نشون بدم من با هنرم چقدر در هم تنیدم و طلوع آفتابم نشونه این باشه که دوباره من میخوام برای هنرم طلوع کنم. بعد از اینکه من تنه درختم رو رنگ کردم، شروع کردم با ماژیک سایه ها رو مشخص کردن. نمیتونین باور کنین که گرفتن دوباره ماژیک توی دستم و بوی رنگش چه حس لذت بخش و آرامش بخشی برام داشت.
بعد از تنه درخت رفتم سراغ شاخ و برگاش و سعی کردم پرتوی نوری که روی برگا افتاده رو با رنگ زرد مشخص بکنم و بعد اون با رنگ سبز برگ ها رو مشخص کنم. اینجا من حس کردم ممکنه این رنگ ماژیکم تیره تر از اون یکی باشه، ولی وقتی اون یکی رو کشیدم دیدم به گند زدم و این از اون روشن تره. پس مجبور شدم دوباره با همون رنگ خیس روی خیس اجراش کنم که بتونم به یه تیرگی مناسب تری برسم برای نشون دادن سایه کارم. شاخ و برگام که تموم شد شروع کردم به کشیدن آفتاب و با استفاده از ماژیکی که برای کشیدن آفتابم استفاده کرده بودم پرتویی که روی برگ افتاده بود رو بیشتر مشخصش کردم. بعدش با ماژیک آبی آسمون رو رنگ کردم، هرچند ماژیک آبی روی این سطح اصلا معلوم نمیشد. بعد از مشخص کردن آسمون با ماژیک تیره سعی کردم سطح کارم رو یعنی زمین کارم رو رنگ کنم. بعدش هم مداد رنگیامو آوردم و سعی کردم با اونا یه ریزه‌کاری هایی که جزئیات کارم رو بیشتر بکنه اضافه کنم. طرح هم اونقدر حرفه‌ای نیست، اونقدرم طرح خیلی معقول و شاخی نیست، ولی همین که کمک کرد من از این آرت بلاکی در بیام برای من یه نعمته و حتما توی آینده که دوباره دستم قوی شد و راه افتادم حتما یه تابلو از این طرح میکشم. و در آخر با راپیدم جزئیاتی که نیاز بود مشخص تر باشن و مشخص کردم، مثل برگای درختا. میخوام این رو بگم که هر وقت آرت بلاک شدین، حتی اگه بین من 4 سال بود قلم به دستتون نگرفته بودین، وقتشه که به خودتون یه سختی بدین و قلمتون رو دوباره به دست بگیرین. هیچ چیزی برای یک هنرمند هنرش نمیشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم توی کلیپ‌های بعدی بتونم نظرتون رو بیشتر جلب کنم. و اینم نهایی طرحم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون میشم کلیپمو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. ممنونم. خدافظ.